دام اولشون بود. ما رسیدیم نیویورک، بعضی دوستان هستن در جلسه اونجا بودن، دیدیم 3 تا شبکه اصلی تلویزیون یک هفته است و روزنامه ها دارن مردم رو تحریک میکنن که مردم بشتابید، یک کسی داره میاد که میخواد آمریکا رو نابود کنه، اسرائیل رو بیاد. این اصلا باید دستگیر بشود. از مسئولین آمریکایی صحبت میکردن، بیاد نذارید صحبت کنه، بیاد دانشگاه برخورد کنید، دستگیر کنید. حتی یکی از مسئولین اومد تو تلویزیون، اینو من خودم دیدم که اون مجری گفت آقا رئیس دانشگاه دعوت کرده، گفت غلط کرده دعوت کرده، ما باید برخورد کنیم. یه فضایی درست تو روزنامه ها، اطلاعیه گروه های مختلف صهیونیستی، برای اینکه ما اصلا منصرف بشیم نریم. نشستیم با دوستان مشورت که خب یه همچین فضایی، بالاخره نیویورک دیگه مرکز مستکبرین عالمه و اونا عصبانی هستند از دست ملت. سال اولی که ما می‌خواستیم بریم، دوستانی که دولت قبل بودن به من گفتن میخوای بری؟ گفتم آره چه خبر؟ گفتن بابا تهدید کردن، هواپیما رو مصادره میکنن، دستگیر میکنن، اصلا خوب نیست شما برید. حالا گذشتون رفتیم به فضل الهی بگیر. باید با دوستان سایه گفتیم من خیلی برنامه باید برگزار بشود، اگر ما نریم بلا فاصله تمام اون حرفایی که زدن منتشر میکنن، میگن اینا ترسیدن. مرحله دوم در نحوه استقبال تو دانشگاه بود. بالاخره از یه رئیس جمهور دعوت کردن میخواد بره تو دانشگاه، آنچنان بیادبانه، سرد، بدجور درست کردن که ما از همونجا بگیم آقای شنو ازش. ما شب قبلش رسیده بودیم نیویورک، عده زیادی مراجعه کردن، گفتن آقا ما رفتیم به ما بلیط ندادن، اجازه ندادن، ما میخوام بریم تو سالن. ما پیگیری کردیم دیدیم نه این خبرها نیست، راه نمیدن. اون وقت به تلفن دانشگاه یه نوار وصل کرده بودن که هر کس زنگ میزد که آقا ما میخوام بیام چی کار باید بکنیم، وصل میشد به اون نوار 8 دقیقه علیه جمهوری اسلامی فحش میداد. آقا برای چی میخوای بیای؟ اینا آدم کشن، اینا گفتن اسرائیل باید از بین برود، اینا نمیدونم چی هر چی فحش. این مرحله دوم. ما رفتیم دیدیم یه همچین فضایی است. حتی یه مترجمی گذاشته بودن از خودشون که ترجمه ها رو معکوس ترجمه کنه، که یکی از دوستان رفت اون پایین با جنگ و دعوا عوض کرد، مترجم خودمون رو گذاشت. و مرحله سوم اون حرفایی بود که تو دهن اون رئیس دانشگاه گذاشتن، حالا یا فهمید یا نفهمید. حالا اینجا پخش نکرد تلویزیون، من گفتم چرا باید پخش میکرد. 28 دقیقه همه توهین‌های عالم رو جمع کرد به ما گفت. اون خوبش این بود که میگفت حالا به مزخرفات این آقا گوش بدهید. خوبش این بود. خوبش یعنی انقدر توهین رو برده بودن بالا که دیگه اگر ما منصرف نشدیم از صحبت کردن، دیگه تعادل عصبیمون از دست بره و نتونیم صحبت کنیم. و بعد اونا یه ادعانامه علیه ملت ایران از موضع دانشگاه، این دفعه نه از موضع سیاست مداران. خب این داشت فحش میداد، منم نشسته بودم اونجا میخندیدم. یکی از دوستان بعدن پرسید از من که تو چرا میخندیدی؟ گفتم من 3 جا خندم گرفت. یکی این که خب یاد خدا افتادم، گفتم ای خدای بزرگ چه سیلی میخوای به اینا بزنی که اینا اینقدر دارن گستاخی میکنن، اینقدر بدون حفاظ دارن میان همطور. بخیر رسم نیست در هیچ جای دنیا یه رئیس جمهور دعوت کنن تو دانشگاه باید فحشش بدن. این که اصلا خیلی حماقت. ما تجربه چرا اینا نمیفهمن اینو؟ خب خندم میگرفت. یه لحظه بعد یاد امام عصر افتادم. گفتم ای عزیز، من مطمئنم که این صحنه رو به نفع اسلام جمع جور میکنی و مدیریت میکنی.
میدونم جمعش میکنید. ببینید انقدر پیچیده، خیلی پیچیده بود. شما بالاخره در مرکز دشمنید شما. و یه لحظه دیگه میدیدم این خیلی داره میاد جلوم، گفتم بیا داره بیای تو تیررسته. خوب داره میای. بعضی ها در دلشون همینطور جوش و خروش بود. بعدم دیدید چه اتفاقی در عالم افتاد. خودشون گفتن 500 میلیون نفر پای تلویزیون نشستن و دیدن. 500 میلیون نفر یعنی همه دیگه. برای اینکه یه عده که خوابن، یه عده سر کارن، یه عده تو هواپیما، یه عده تو کشتی هن، یه عده کشی کرد، اینطوریست دیگه. یه عده بچه شیرخورن، یه عده از کار افتادن. بالاخره 500 میلیون یعنی 1/12 جمعیت عالم دیگه. من میخوام از شما سوال کنم، اصل مدیریت این صحنه جز با مدیریت الهی امام اصف؟ آخه کی میتونه، کدوم سیاستمدار، کدوم مدیر، کدوم تحلیلگر میتونه بشینه اینجور تنظیم بکنه به دست خودشون با پول خودشون؟ ما هیچ خرجی نکردیم که. میدونید ما اونجا میریم ماشین خود اونا میاد ما رو میبره، ما فقط 2 ساعت وقت گذاشتیم، هیچ خرج نکرد. همه هزینه هاشو خودشون دادن. و تو محوطه دانشگاه بیش از 5000 اومده بودن که قریب به اتفاقشون طرفدار جمهوری اسلامی بودن، از ملیت‌های گوناگون و حتی آمریکایی‌ها. صهیونیست‌ها رو آوردن رو هم شدن 250 تا. تو مرکز صهیونیسم عالم ها شما میدونید 3 میلیون طرفدار دارن در نیویورک. مرکز صهیونیسم عالم است 250 تا. و اینجور سیلی خوردند. هر رئیس جمهوری، هر گروهی ما بعد از اون دیدیم اولین حرفش به ما این بود که آقا ما دیدیم آفرین بر ملت ایران، ما متنفریم از اینا. تمام ما میرفتیم تو سازمان ملل، از دربون تا هر کس که ما رو میدید اولین حرفش اعلام وفاداری و همراهی با ملت ایران بود و لعن و نفرین بر اونها. اصلا ما که میرفتیم تو سالن دیگه همه چی متوجه جمهوری اسلامی بود، اصلا همه چی. این غیر از اون مدیریته. بابا دارن مدیریت این آشکارتر. بعد من خدمت اون عزیز گفتم حاج آقا میدونی اشکال من چیه؟ اشکال من اینه که این حرفایی که این آقای رو من برا زدن من باور کردم. من باور کردم. ما باور داریم به این حقیقت. عزیزان من، ما بله باید اقتصاد بسازیم، مسکن بسازیم، کشور ایران باید گلستان بشود. ایران باید بهترین کشور و زیباترین و آبادترین و عادلانه ترین کشور باشد. با همه وجود داریم کار میکنیم و خواهد شد. اما یادمون باشه مأموریت اصلی ما و هدف از همه این تلاش ها دعوت بشریت به امام حق است. جز این مأموریتی نداریم. آقا در دوران غیبت مأموریت اصلی علما چیه؟ غیر از دعوت به امام حق است. مردم رو به کی میخوان دعوت کنیم؟ اصلا نظام جمهوری اسلامی خودش یک فریاد بلند دعوت بشریت به امام حق است. اصلا نظام ولایت یعنی همین دیگه، یعنی متصل بشید مردم، متصل بشید مردم. واعتصموا بحبل الله، بیا دور محور آفرینش قرار بگیرید، بیا دور حقیقت آفرینش قرار بگیرید. ما غیر از این چه مأموریتی داریم؟ اگه عمران و آبادی میکنیم، اگر میدونیم اقتصاد درست کنیم، در مقابل قدرت ها میستیم، همه به عشق امام و البته با عنایت